این خوشمزه ترین مرغ شکمپریه که میتونی بدون فر توی خونه درستش کنی. مرغ رو 1-2 ساعت تو ترکیب نمک و سرکه سفید استراحت بدید تا بوش گرفته بشه. بهش خلال دندون بزنید که مواد کامل به خوردش بره. ادویه ها رو اضافه کنید و زعفرون غلیظ رو ماساژ بدید. روش پیاز و فلفل دلمه بریزید. شکم مرغم با همین مواد پر کنید. میتونید 1 شب یا چندین ساعت استراحت بدید. برای مواد میانی پیاز و تفت بدید، سبک‌کش و زردچوبه، فلفل سیاه و نمک اضافه کنید، گشنیز و جعفری بریزید و رب انار. مواد که تفت خورد نوبت اضافه کردن آلو، زرشک و گردوه. مواد جذابمون به این شکل آماده است. حالا مرغ رو از داخل پیاز و فلفل دلمه خارج می‌کنیم و با مواد میانی شکم مرغ رو کامل پر می‌کنیم. بال مرغم با خلال دندون فیکس کنید که شکلش حفظ بشه. انتهای مرغ رو میتونید بدوزید و از یه سیب زمینی کوچیک استفاده کنید تا مواد بیرون نزنه. رون مرغم با نخ ببندید. تو ترکیب روغن و کره همه جای مرغ رو خوب سرخ کنید. سعی کنید این کار رو با دقت انجام بدید که مرغتون توی سس بیرنگ نشه. تو این فاصله مواد سس رو آماده میکنیم. پیاز و تفت میدیم، ادویه ها، رب گوجه و رب انار اضافه میکنیم، آب میریزیم و زعفرون غلیظ. سس که بجوش اومد مرغمون رو داخل یک قابلمه دیگه میذاریم، سس رو میریزیم، با چند تا آلو 2 ساعت زمان میدیم تا بپزه. بهتون قول میدم خوشمزه ترین مرغیه که تا حالا خوردین. نوش جون.